هیچ وقت مدیر خوبی نمیشید اگه فکر کنید همه باید مثل شما فکر کنن و اگه یه کسی خلاف تفکرات شما باشه این رو یه تهدید بدونید و بخواید فوراً جلوش رو بگیرید. اگه از گفتگوهای سخت فرار کنید، اگه بازخورد رو فقط وقتی بدید که اوضاع داره خراب میشه، اگه فکر کنید کنترل بیشتر یعنی مدیریت بهتر، اگه کارمندهای سمی یا اونایی که مناسب سازمانتون نیستن رو بخواید نگهشون دارید، اگه یه اشتباهی صورت میگیره فوری بخواید جریمه و تنبیه براش در نظر بگیرید بدون اینکه تحلیلی از اون شرایط داشته باشید، اگه فکر کنید مدیر بودن یعنی اینکه همه جوابها رو حتما شما باید داشته باشید، اگه حاضر نباشید که خودتون رو تغییر بدید، اگه انتظار رشد از تیمتون دارید ولی خودتون هنوز آدم 5 سال پیش هستید و هیچ گونه تغییری تو خودتون ایجاد نکردید، بدونید که ممکنه خیلی از ایرادات داخل مجموعتون به همین موضوع ربط داشته باشه. اگه دوست دارید بدونید چطوری باید به تیمتون انگیزه بدید و چطوری موجب بهبود عملکردشون بشید، پیشنهاد میکنم تو کارگاه تیم برنده ما شرکت بکنید. برای ثبت نام کلمه عملکرد رو بنویسید تا اطلاعاتش رو براتون ارسال کنیم.